تشکیل دولت سامانیان. اندیشه ها عاید به مکان سامانیان. سامان خداد. سامانیان نخستین سلسله تاجیکان بودند که پس از سقوط برمکیان مورد اعتبار و پشتیبانی خلیفه های عباسی گردیدند. نسب این خاندان از روی معلومات و سرچشمه ها به بهرام چوبینه، یکی از دولت مردان زمان ساسانی می رسد. سامانیان نام خود را از دهه سامان گرفتند که این دهه در نزدیکی سمرقند یا بلخ بوده است. سرور این خاندان سامان خداد بوده به امیر خراسان اسد ابن عبدالله مناسبت نزدیک برقرار کرده و به دست او مسلمان می گردد. با پاس احترام این دوستی پسر خود را نیز اسد نامید. سامان خداد همچون نماینده عربها سالهای 725 و 738 حاکم بلخ بوده برای تسخیر بعض قسمهای خراسان و رزرود به عربها هم دستی کرده است. درباره اسد پسر سامان خداد هیچ گونه معلومات نیست. در زمان خلافت هارون الرشید از سبب زیاد گشتن ظلم و استبداد و کارگزاری خلافت عباسی در حدود خراسان و رزرود وضعیت بحرانی به عمل آمد. سال 806 با راهبری رافع ابن لیث شورشی بزرگ سر زد. فرزندان اسد نوح، احمد، یحیی و الیاس با درخواست مأمون پسر خلیفه رافع را بران داشتند که با هرثمه صلح کند. همین طور سال 818 با دستور خلیفه مأمون نبیرگان سامان خداد به کارهای اداری جلب شدند. نوح، احمد، یحیی و الیاس مناسبتاً حاکمان شهرهای سمرقند، فرغانه، چاچ و هرات گردیدند. با استثنای هرات فرزندان اسد توانستند حکومت خویش را در این شهرها میراثی گردانند. پس از آنکه طاهریان و صفاریان هم امیران خراسان گردیدند، قدرت نمایندگان سامانیان در ورزرود حفظ کرده شد. نخست نوح، بعد احمد و سپس پسرش نصر سردار سلاله سامانیان را بر عهده داشتند. سال 874 آخرین شهر بزرگ در ورزرود بخارا هم به اختیار سامانیان درآمد. زمان بخارا گرفتار و آشوب و فتنه گردید. مردم آن شهر به نمایندگان خاندان سامانی مراجعت کردند و نصر برادرش اسماعیل را به آنجا فرستاد. اسماعیل در مدت کوتاه شهر آشوب زده را آرام ساخت. حاکم این شهر حسین ابن طاهر را نیز حبس کرده، بعد گمانهای برادرش نصر را نیز در بابت استقلال خواهی برطرف ساخت. خلیفه سال 875 به نصر ابن احمد نامه فرستاده عملاً حاکمیت سامانیان را در ورزرود رسمیت بخشید. مورخان همین سال را سال پره تابع گشتن ورزرود به خلافت می نامند. برای به اسلام جلب کردن اهالی سامانیان از این دوره سعی و کوشش کردند. آنها دست به هیچ گونه اصلاحات کلی نمی زدند، بلکه با نگاه داشتن آرامی در قلمرو خود زمینه تدریجاً مسلمان شوی اهالی و به خلیفه صادق ماندن را می جستند. یکی از تفاوت‌های اصلی در میان صفاریان و سامانیان آن بود که قدرت صفاریان 100% چنانه که از اشاره یعقوب برمی آید با زور شمشیر وابسته بود و اصلاً به خلافت اطاعت نمی کرد. سامانیان باشد با اشتراک در فرو نشانیدن شورش رافع ابن لیث و من بعد همان فرمانروایی خود را پس از گرفتن نامه و منشیر خلافت براه می ماندند. پس از تعیین شدن باشد میان رعیت چون نمایندگان خلیفه عدل و داد را پیشه کرده میان مردم نیز محبوبیت پیدا کردند. اسماعیل سامانی و بالاروی قدرت سامانیان. اسماعیل مشاهده کرد که گروه از اعیان و اشرافان بخارا به تدبیرهای او مخالفت می‌ورزند. به خاطر براه ماندن سیاست خویش و برطرف ساختن شر این اعیان او به برادرش نصر نامه نوشته آنان را به سمرقند گسیل فرمود و در نامه خواستار بازداشت گشتن آنها را شد. در واقع نصر مخالفان اسماعیل را به بخارا نگذاشت و در یک مدت کوتاه کار به مراد اسماعیل پیش می رفت. هرچند نصر سرور خاندان سامانیان بود ولی روز از روز آبرو و اعتبار اسماعیل بالا می رفت.
در این میان اسماعیل کوشش های استقلال طلبانه یا درسترش گوییم مستقلانه عمل کردن را شروع کرد. سخنچین ها این ضدیت ها را بیشتر کرده میان دو برادر طرح دشمنی می افکندند. سبب سر زدن ماجرا سرپیچی اسماعیل از پرداختی اندازی بخارا به نصر سرور خاندان سامانیان بود. عاقبت میان برادران نصر و اسماعیل سال 888 زرد و خورد مسلحانه صورت گرفت و با پیروزی اسماعیل به انجام رسید. ولی اسماعیل به برادر اسیر افتاده‌اش چون پیشوای خاندان مراجعت کرده میان مردم نیز محبوبیتی بیشتر کسب کرد. نصر پس از این رویداد ناخوش برادرش اسماعیل را بخشیده او را جانشین خود اعلان کرد و از همه برادران و فرزندان درخواست کرد که فرمان او را اطاعت کنند. سال 892 نصر از دنیا رفت و موافق وصیت او اسماعیل سرور خاندان سامانی و امیر ورزرود گردید. خلیفه هم سال 893 به نام اسماعیل منشور فرستاده حاکمیت او را بر تمام ورزرود رسمیت بخشید. اسماعیل و وارثان او را من بعد امیران خراسان می نامیدند که این یگانگی ورزرود و خراسان را در نظر دارد. اسماعیل بخارا را پایتخت خود قرار داده تا این دم سمرقند پایتخت دولت سامانیان محسوب می گشت. او خود همان سال به سمت طلس لشکر کشیده آن را تصرف نمود و با نشر اسلام پرداخت. کلیسای آن را به مسجد تبدیل داد. از آنجا غنیمت زیاد نیز به دست آورد. این لشکرکشی قلمرو سامانیان را چندان وسیع نکرد ولی سببگار آن شد که هجوم‌های همیشگی ترکان به این سرزمین خاتمه بخشد. گذشته از این پس از این لشکرکشی‌ها مبلغان مسلمان برای در این سرزمین گسترش دادن اسلام به فعالیت گسترده پرداختند. اقدامات دیگر اسماعیل ضبط کردن ایسترفشن در سال 893 و به قلمرو خود همراه کردن این شهر مهم بود. پس از رسیدن منشور خلیفه برای حاکمیت خراسان و ورزرود اسماعیل به سمت گرگان و طبرستان لشکر کشید. این سرزمین از سال 864 از اطاعت خلافت سرپیچی کرده در اختیار پیشوایان شورش علوی قرار داشت. سپاهیان اسماعیل در مقابل حاکم طبرستان محمد ابن زید که شخصی دانشمند و شاعر هم بود لشکر کشیده سال 900 در نبرد بسیار خونین او را شکست دادند و این قلمرو نیز به اختیار سامانیان داده شد. سال 901 محمد ابن هارون که از طرف اسماعیل سامانی در طبرستان حاکم تعیین شده بود از اطاعت سامانیان سرپیچی کرد. اسماعیل برای سرکوب او دوباره به طبرستان لشکر کشید و شهرهای ری و قزوین را هم به هیئت دولت خود همراه کرد. دوران امارت اسماعیل را می توان با دو دوره 8 ساله از هم جدا کرد. یکم دوره اول سالهای 892 و 900 را در بر میگیرد. این دوره است که اسماعیل به عنوان امیر ورزرود از جانب خلیفه عباسی حکومت می‌راند. هرچند سامانیان تابعیت جزئی خلیفه را نداشتند اما هنوز چون صفاریان قدرتمند نبودند. این دوره است که اسماعیل در محدوده ورزرود ساختار اداره خود را تحکیم بخشیده. هرچند اسماعیل در سرحدات خلافت یگانه به ترکان دست به اقدامات زد اما نفوذ آن هنوز از ورزرود بیرون نرفته بود. دوره دوم سالهای 900 و 907 را در بر میگیرد. عمرو ابن لیث که بجای برادرش یعقوب امیر خراسان گردیده بود نمیخواست که در برابر قدرت او کس دیگر در شرق خلافت موجود باشد. از این رو از خلافت درخواست کرد که ولایت ورزرود را هم به نام او نویسد. خلیفه بدهد و مکاری عباسی به خاطر به جان هم انداختن دو پیشوای تاجیک به این تقاضای عمرو جواب مثبت داد و با فرستادن سفیر و نامه به عمرو سببگار جنگ عمرو و اسماعیل گردید.
میان سرکرده های تاجیک امر و اسماعیل دو محاربه، یکی سال 899 و دیگر سال 900 به وقوع پیوست و با شکست و اسیر گشتن امر به پایان رسید. پس از این نبرد نه تنها ورزرود بلکه خراسان نیز به اختیار سامانیان درآمد. سال 900 میلادی در تاریخ نگاری اسلامی همچون آغاز قدرت سامانیان محسوب می گردد، زیرا قدرت واقعی برای آن روز تنها به امیران خراسان نسبت داده می شد. در این دوره برای تاریخ خیلی کوتاه اسماعیل توانست که به شخصیتی برجسته تمام خلافت و مخصوصاً مردم ایرانی نژاد مبدل گردد. اسماعیل سامانی و خدمت‌های او. زمانی که اسماعیل سامانی از دنیا رفت سال 907 حدود دولت تاجیکان از قاشقر تا فارس طول می‌کشید. او توانست دولتداری سامانیان را از محدوده ورزرود که پدر و برادرانش داشتند به سمت خراسان و ایران شرقی و مرکزی گسترش دهد. قسمی زیادی حدودهای مردمی آن با زبانهای فارسی تاجیکی حرف می‌زدند. تحت یک قلمرو متحد گشتن این حادثه اهمیت بزرگ تاریخی داشته برای تشکل زبان فارسی تاجیکی نقشی مهم بازید. دوم، اساسهای نظام سیاسی و اداری سامانیان را طرح‌ریزی نمود. او با تکیه بر سنت‌های دیرینه دولتداری تاجیکان نظامی منظم دولتداری را بنیاد نهاد که از درگاه و دیوان‌ها عبارت بود. این اصول دولتداری تا پایان روزگار سامانیان ادامه یافته، سلسله‌های من بعد هم آن را نسخه برداری کردند. سوم، اسماعیل با اقدامات جسورانه به سمت بیابان‌های ترک لشکر کشیده آنها را تار و مار ساخت و امنیت ورزرود را تامین نمود. همزمان در این مرزها اسلام را پهن کرد. معروف است که زمان اهالی بخارا خواستند که دیوار مدافعوی شهر را که برای دفاع از هجوم ترکان بنیاد یافته بود برافرازند. او مردم را از این کار بازداشته فرمود تا زنده‌ام دیوار بخارا من باشم. چهارم، استقلال واقعی خراسان و ورزرود را پس از 200 سال حکمرانی عرب‌ها با رعایت اعتراف خلیفه بغداد تأمین نمود. پس از اسماعیل امیرانی سامانی تنها در خطبه از خلیفه ذکر کرده در تمام امور داخلی مستقلانه عمل می‌کردند. پنجم، در مناسبت با رعیت نیکوترین سیرت را پیش گرفت. یگانه امیر از جمله سامانیان و فرمانروایان من بعده خراسان و ورزرود است که سرچشمه ها نامش را جز به نیکی نبردند. او را با لقب‌های امیر عادل، امیر ماضی، امیر غازی و غیرها مشهور گردید.